یک غزلی هم بغلم کن در فیسبوک من پرتوفتم ایزا جان در معقول شده است در اینا گرفته با آهنگ در آورد بعد با گفت معلمه جان این آهنگ من شما در میپرتم که شما در اگر معقول شید من همین غزل شما را بغلم کنم و میکنم بسیار شعر لیریکیه واقعا هم شاید من همین غزل خود رو در یک حالت افسرده حالی نوشته باشم شاید چون انسان به مهربانی نیاز دارد شنیدن که موت مانندیدن باشد که این ترانه رو با هم ببینیم ترانه را خون بغلم کن بغلم کن بغلم کن بغلم کن خسته ام از همه عالم بغلم کن از خود و غیر ملالم بغلم کن آغوشی گرمی تو از دنیایم به تو میدانی که نالم بغلم کن بغلم کن بغلم کن بغلم کن بغلم کن خسته ام از همه عالم بغلم کن از خود و غیر ملالم بغلم کن آغوشی گرمی تو از دنیایم به تو میدانی که نالم بغلم کن سفر آمدم و دلتنگم مگو از قال و مقالم بغلم کن غزل و شعری سپیدم توی تو ای چهار پاره حالم بغلم کن غزل و شعری سپیدم توی تو ای چهار پاره حالم بغلم کن خسته ام از همه عالم از خود و غیر ملالم آغوشی گرمی تو خواهم بغلم کن بغلم کن بغلم کن خسته ام از همه عالم بغلم کن از خود و غیر ملالم بغلم کن آغوشی گرمی تو از دنیایم به تو میدانی که نالم بغلم کن جان هم لحظه را با هم باشه آه احسان و جلالم بغلم کن با خدا سرم از این دار و مدار پس مده بیش سوالم بغلم کن که سر روشن توی آرام بخشم در همه حالتی حالم بغلم کن خسته ام از همه عالم از خود و غیر ملالم آغوشی گرمی تو خواهم بغلم کن بغلم کن بغلم کن خسته ام از همه عالم بغلم کن از خود و غیر ملالم بغلم کن آغوشی گرمی تو از دنیایم به تو میدانی که نالم بغلم کن بغلم کن خسته ام از همه عالم بغلم کن از خود و غیر ملالم بغلم کن آغوشی گرمی تو از دنیایم به تو میدانی که نالم بغلم کن خسته ام از همه عالم بغلم کن آغوشی گرمی تو خواهم بغلم کن